با عرض سلام میخوام توسط این ویدیو بخش جدیدی که در افغان آنلاین ایجاد شده است برای شما معرفی کنم به اسم نگارندگان مستقل که توسط این بخش شما میتونید مطالب خود رو خود شما در بخش تحلیل‌های افغان آنلاین و نشر بسپارید. برای از این کار شما باید یک بار در سایت تحلیل ها و پیام های افغان آنلاین تشریف آوردید و قسمی که میبینید تا فعلا بخش نگارندگان مستقل در دسترس شما قرار ندارد به خاطر که فعلا شما داخل سیستم نشده. در اینجا باید تذکر بدم که در اختیار شما جمعاً دو پاسورد قرار دارد، یک پاسورد برای داخل شدن در سیستم و پاسورد دومی برای نشر مطالب شما. به خاطر از این در طرف دست راست سایت در بالایی با نوشته ساین این یک بار باید کلیک نموده و با EGO و پاسوردی که در اختیار دارین داخل سیستم شد. وقتی که شما داخل سیستم میشین در بالا باید توجه بکنید که در اینجا ویلکم براتون پدیدار میشه با EGO، البته امو یوزر که فعلا داخل سیستم شده و طوری که میبینین بخش نگارندگان مستقل برای شما ظاهر میگردد. با کلیک نمودن بخش نگارندگان مستقل داخل این صفحه شده که البته من امید میکنم که شما بخش ترتیب دادن PDF و ترتیب دادن نوشته هایتان و فرمات افغان آنلاین حتما خواندین و من در اینجا تنها نشر مضمون رو شما نشان میدم. وقتی که شما داخل سیستم شدین طوری که گفتم نگارندگان مستقل به شما وایدا میشه و در بالا ویلکم EGO وقتی نوشته شد پس شما داخل سیستم هستین. در اینجا فقط باید به درج یک مضمون کلیک نموده و کدی که برای نشر در اختیار شماست که این یک عدد 4 خانه‌ای هست در اینجا باید داخل کنید. من به طور مثال برای دمونستریشن و نشان دادن کد افغان آنلاین را در اینجا داخل نموده و برای درج یک مضمون در بعد از نوشتن کد به دکمه ادامه فشار داده و شما در مرحله بعدی فقط باید عنوان مطلب خود و اسم فایلتان در اینجا باید بنویسید. مثلا مطلبی که ما ترتیب دادیم باعث تست یک بخش جدید فقط عنوان از اینجا کپی کرده و داخل از این باکس میکنم و در مرحله بعدی شما باید بفهمین که اسم فایلتان چی است. مثلا اسم از این فایل است EGO تست سایت، البته امو فایلی که به فرمات PDF است. فقط این نام را در اینجا اگر کپی کنین بهترین شموز، چون هیچ اشتباه نشتاری امکان نداره که واقع شود. فقط در آخر فایل اگر نقطه PDF نبود باید که نقطه PDF بنویسید. با کلیک نمودن دکمه ادامه شما در مضمون شما درج شد و الان باید فقط فایل مضمونتان را داخل سرور کنین. بعد از او مطلبتان در بخش تحلیل ها قابل خواندن است، اگرچه که فعلا درج هم شده. برای این کار در باز به دست چپ باید در اپلود فایل ها کلیک نموده و فایل را که ترتیب دادین در اول مثلا فرمات PDF شد در اینجا باید داخل وبسایت کنید. وقتی فایل را پیدا کردید فقط با دکمه اپلود پروگرام بر شما میگه که اپلود اوکی. در این صورت اپلود در سرور انجام شد و اگر خواسته باشین یا حتما این کار را بکنین که
فرمات ورد فایلتان را همچنین داخل سیو نمایید. اینجا هم دوباره میتونید شما کلیک کنید و فایلتان را داخل سیو اپلود کنید. منتظر از این مسیجی باشین که براتون نشته کنه اپلود اوکی. به این صورت میبینید این نشته شد برای شما و اپلود اوکی بود. الان وقتی به بخش تحلیل تشریف ببرین، حتما میبینین در قسمت تحلیل تست در یک بخش جدید نشر شد و PDF چون وارد ساختین. اگر اینجا کلیک کنین باید یک PDF هم به این اسم باز شود و میبینین همون PDF که من نوشته بودم. با تشکر زیاد و ویدیوی بعدی.